آقای انصاری، من غریب هستم، اهل کشور افغانستان. از ایران شما رو زحمت میدم. من از کانال رسال حق جهان سپاس و تشکری میکنم از شما جناب آقای انصاری، از عزیزانی که در شبکه رسال حق دارم زحمت میکشم برای مسلمان ها و برای دین مقدس اسلام کار میکنم. خداوند شما را عمر با عزت بدهد. خدا رسال حق را همیشه روشن و سرپا نگه دارد. آقای انصاری، باور کنیم از سر کار که من میرم به خانه، بچه 4-5 ساله دارم به نام ماهان. به محضی که خونه میرم به من میگه که بابا تلویزیون رو باز کنم که آقای انصاری داره صحبت میکنه. ما از شما، از رسال حق بسیار راضی هستیم و خوشیم. خداوند به شما خیر بده. آقای عبدالقدوس دقان، برنامه اینا رو ما گوش میکشیم، نگاه میکنیم. خدا به اینا خیر بده، خدا عمر با عزت بده. بسیار استفاده خوبی، بهره خوبی دینی و اسلامی میبریم. باور کنیم ما آقای انصاری 25 سال به ایران زندگی میکنیم. از زمانی که آشنا شدیم با رسال حق داریم نگاه میکنیم، خودمون پیدا کردیم. بچه ها ما همینجوری، اعضای خانواده های ما همینجوری. خداوند به شما خیر بده. جهان سپاس و تشکر از شما. خداوند این کانال رسال حق همیشه سرپا و همیشه روشن نگه داره برای مسلمانان جهان، که مسلمانان استفاده خوبی از صحبت‌های شما، از وجود شما آقای انصاری. من از راه دور آقای انصاری پیشانی شما رو میبوسم. سلامت باشید. خداحافظ. خداحافظ شما. تشکر از این برادر عزیزمون.